گلچین هفته. سلام. 70مین برنامه گلچین هفته را با پیش درآمد ماهور اثر موسی معروفی آغاز می‌کنیم. این پیش درآمد را گروه سماعی اجرا کرده است. یکی از برنامه‌های واحد موسیقی رادیو تهیه و تولید آهنگ‌هایی است که بر روی شعر شاعران قدیم و معاصر ایران ساخته می‌شود. این کار گذشته از آنکه شنوندگان ما را با ذوق و اندیشه والای بزرگان ادب ایران آشنا می‌کند، در تعالی و تلطیف کلام ترانه‌ها هم مؤثر است. در برنامه امروز 4 ترانه که 2 تای آن بر روی شعر شاعران قدیم و 2 تا بر روی شعر شاعران معاصر ساخته شده خواهید شنید. ای ساقی آهنگی است در 4گاه که هنرمند ارجمند علی تجویدی بر روی ابیاتی از غزل سلمان ساوجی ساخته و با صدای سیمین غانم به همراهی ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا کرده است.
دنبال باغ آشنایی نام آهنگی است از مصطفی کسروی که بر روی غزل معروف فخرالدین عراقی ساخته شده و با صدای شجریان و همراهی ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا شده است.
کدام مذهب هستیم، به کدام ملت هستیم که کشن عاشقی را، که کشن عاشقی را، که تو عاشقم چرایی، که تو عاشقم چرایی. به طواف کعبه رفتم، به طواف کعبه رفتم، به حرم رهم ندادم که تو در برون چه کردی، که درون خانه آیی، که درون خانه آیی، که درون خانه آیی. به قمار خانه رفتم، به قمار خانه رفتم، همه پاک باز دیدم، چو به صومعه رسیدم، همه زاهد ریایی. در دیر می زدم من، در دیر می زدم من، که نداز در آمد، که در عراقی، که تو هم از آن مایی، که تو هم از آن مایی. ترانه گل باغ آشنایی اثر مصطفی کسروی را که بر روی غزل عراقی ساخته شده با صدای شجریان شنیدید. حالا به درآمد و چهار مضرابی در بیات اصفهان گوش کنید.
درآمد و 4 مضراب در بیات اصفهان را با سنتور فرامرز پایور شنیدید. حالا به آهنگی از هنرمند ارجمند جواد معروفی گوش کنید. این آهنگ در مایه افشاری بر روی غزلی از سایه ساخته شده و سیما بینا آن را به همراهی ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا کرده است.
در بخش صفحه‌های قدیمی آواز بیات ترک را با صدای زلی همراه پیانوی مشیر همایون شهردار میشنوید.
حالا به ترانه برای بهار با صدای مرزی گوش کنید. این آهنگ را فرهاد فخرالدینی بر روی شعری از فریدون مشیری ساخته و با ارکستر رادیو تلویزیون ملی ایران اجرا کرده است. تبسم بر رخ مردم کند گل، تماشا کن تبسم های او را، تبسم کن که خود را گم کند گل. بهارم دخترم دست طبیعت، اگر از ابرها گوهر ببارد، وگر از هر گلش جوشد بهاری، بهاری از تو زیباتر نیارد. امیدی میدمد در خنده تو، به چشم خویشتن میبینم از دور، بهار دلکش آینده تو. بهارم دخترم نوروز آمد، تبسم بر رخ مردم کند گل، تماشا کن تبسم های او را، تبسم کن که خود را گم کند گل. 70مین برنامه گلچین هفته را با رنگی در شور از استاد علی اکبر شهنازی به پایان میبریم. این رنگ را گروه شیدا اجرا کرده است.
راه شور اثر استاد علی اکبر شهنازی را با اجرای گروه شیدا شنیدید و به همین جا برنامه امروز گلچین هفته به پایان میرسد. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.